یکی از بهترین راه‌ها برای مقابله با تورم کسب درآمد دلاری میتونه باشه. البته اینا تقلبیه. نگاه کن، عکس عروس دوماد رو چاپ کردم. راه‌های مختلفی برای کسب درآمد ارزی وجود داره که خیلیاشون تقلبی و رویا فروشی و فیک هستن، خیلیاشون هم واقعی هستن. یکی از بهترین راه‌ها که جواب داده و خیلی‌ها از این طریق کسب درآمد دلاری دارن، درآمدزایی از طریق یوتیوب هسته. امروز قراره مسیر یوتیوبر شدن رو با هم دیگه طی بکنیم و اصلا ببینیم چه جوری میتونیم تبدیل بشیم به یک یوتیوبر و در کل قراره تجربیات شخصی خودم هم بهتون بگم. اول از همه باید با سیستم درآمدزایی یوتیوب آشنا بشیم. اصلا چرا یوتیوب به ما پول میده؟ همون جوری که میدونید یوتیوب معروف ترین پلتفرم ویدیویی تو سطح جهانه که صاحبش هم گوگله. از اونجایی که بازدید کننده های فوق العاده زیادی از سراسر جهان توی این پلتفرم وجود دارن، صاحبین کسب و کارها یا هر شخصی میتونه توی این پلتفرم تبلیغات انجام بده که یوتیوب بابت هر 1000 نمایشی که اون تبلیغاتو توی پلتفرم خودش انجام میده، از اون تبلیغ دهنده ها، از اون صاحبین کسب و کار پول دریافت میکنه. حالا یوتیوب برای اینکه بیاد یه فضای اکتیو درست بکنه و انگیزه ایجاد بکنه و خلاصه یه راه درآمدزایی برای تولید کننده‌های محتوا بسازه، یه بخشی از این پولی که از این تبلیغ دهنده ها گرفته رو به تولید کننده‌های محتوا میده. در کل ما با RPM کانال ها کار داریم، یعنی اون میزان درآمدی که بابت هر 1000 بازدید دریافت میکنن تولید کننده‌های محتوا. این مبلغی که دریافت میکنن تولید کننده‌های محتوا میتونه کاملا با هم دیگه متفاوت باشه، با توجه به اینکه عموم مخاطبهای شما اهل چه کشوری هستن، با توجه به اینکه موضوع کانال شما در چه حوزه‌ایه، سنین مخاطبین شما چند سال هستش، عوامل خیلی مختلفی هستش که میتونه RPM کانال شما رو تعیین بکنه. یعنی کانال هایی هستن که بابت هر 1000 بازدید $1 میگیرن، کانال هایی هم هستن که $10-15 حتی بیشتر دریافت میکنن. هر چقدر محتوا تخصصی تر باشه، هر چقدر حرفای حرفه‌ای تری بزنید، پول بیشتری دریافت میکنید. از طرفی هم محتواهایی که تخصصی نیستن و عموم مردم حاضرن اون محتواها رو ببینن، مثل محتواهای فان، گیم، ریاکت، RPM این کانال ها پایین‌تر هستش. از طرفی هم خب این کانال ها بازدید خیلی بیشتری نسبت به کانال های تخصصی دارن. در کل بخوام بهتون بگم یه تعادلی بینش هستش. یعنی کسی که میاد حرف تخصصی میزنه شاید خیلی‌ها تمایل نداشته باشن اون ویدیو رو ببینن، اما با توجه به اینکه یوتیوب میتونه مثلا تبلیغات حرفه‌ای‌تری رو روی اون ویدیو بذاره، میتونه تبلیغات مرتبط‌تری رو بذاره، حاضر پول بیشتری هم به اون تولید کننده محتوا بده. از طرفی یه سری تبلیغات ساده مثل تبلیغات گیم، مثل تبلیغات مثلا مواد غذایی روی بیشتر کانال‌ها نمایش داده میشه و خب چون همه کانال‌ها میتونن این تبلیغاتو پوشش بدن، RPMش کمتره. الان که متوجه شدیم سیستم درآمدزایی یوتیوب دقیقاً چه جوری عمل میکنه، وقتش رسیده که هدفمون رو مشخص بکنیم. اصلا هدف ما از تولید محتوا توی یوتیوب چه چیزیه؟ بچه‌ها ببینید، اگه صرفاً فقط به خاطر درآمدزایی میخواید توی این پلتفرم فعالیت بکنید، بهتون پیشنهاد نمیکنم اصلا این کار رو. راههای خیلی زیادی هستن که میتونید چندین برابر یوتیوب پول در بیارید توشون. یعنی یه دلال ساده بدون اینکه بخواد تخصص خاصی داشته باشه، بدون اینکه بخواد تلاش خیلی عجیب غریبی بکنه، میتونه خیلی بیشتر از یوتیوب و هر پلتفرم دیگه‌ای درآمدزایی داشته باشه. پس اینو در نظر بگیرید که اگه فقط و فقط هدف شما اینه که بیاید اینجا پول در بیارید، این پلتفرم برای شما مناسب نیست، چون انتظارات شما رو میتونه برآورده نکنه. ولی یه زمان هستش یک سری اهداف شما در کنار هم جمع میشه و یوتیوب میشه یکی از بهترین راه‌ها برای درآمدزایی شما. مثلا شما دوست داری معروف بشی، دوست داری بیای تولید محتوا انجام بدی، دوست داری پول در بیاری، دوست داری خلاقانه کار بکنی. خب همه اینا رو توی پلتفرم یوتیوب میتونی انجام بدی. اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بود، ممنون میشم برای حمایت کردن از من لایک کنید. اگه هدفت مشخص شد که میخوای در کل بیای توی این پلتفرم فعالیت بکنی، اولین کاری که باید انجام بدی اینه که با قوانین یوتیوب آشنا بشی. این پلتفرم یک سری قوانینی رو مشخص کرده تا یه فضای خیلی سالم و برای تولید کننده‌های محتوا و همچنین بیننده ها ایجاد بکنه که الان میخوام راجع به قوانین تولید کننده‌های محتوا صحبت بکنم. یکی از مهمترین این قوانین کپی رایته. اگه بخوای به عنوان یه تولید کننده محتوا توی این پلتفرم کار بکنی، باید بدونی که شما صاحب هیچ اثری نیستی. یعنی اگه موزیک داری میذاری توی ویدیوت، اگر داری از تصاویر دیگران استفاده میکنی، اگر داری از ویدیوهای دیگران استفاده میکنی، باید تحت شرایط خاصی این کارو انجام بدی. نمیتونی بری یه ویدیوی 2 دقیقه‌ای از یکی دیگر رو بیای بندازی تو ویدیوی خودت بدون اجازه اون فرد.
یا نمیتونی از هر موزیکی توی ویدیوهات استفاده بکنی. جدا از قوانین کپی رایت کلی قوانین دیگه توی این پلتفرم وجود داره. مثلا نباید خشونت رو توی تصویرتون نشون بدید، نباید حرفای نژاد پرستانه بزنید، حتی نمیتونید هر موضوعی رو توی یوتیوب بیاید راجبش محتوا درست بکنید. قبل از هر کاری به تمام قوانین یوتیوب آگاه باشید. راههای زیادی هم وجود داره که میتونید این قوانین رو بخونید. هم کلی ویدیو توی یوتیوب هستش که میتونید برید اون ویدیوها رو ببینید، هم کلی فایل هستش که میتونید حتی به صورت فارسی این فایل‌ها رو تهیه بکنید و قوانین یوتیوب رو بخونید. حتی میتونید برید مثلا از این کتاب‌ها بخرید که توش تمام قوانین یوتیوب رو نوشتن. در کل حتما این کارو باید انجام بدید. بعد از اینکه قوانین یوتیوب رو متوجه شدید، وقتش رسیده که تدوین کردن و طراحی گرافیک رو خیلی ابتدایی یاد بگیرید. نمیتونیم ویدیو رو به صورت خام بدون اینکه کات بزنیم، بدون اینکه هیچ ادیتی و تدوینی روش بشه آپلود بکنیم. اینجاست که باید مسلط باشید به نرم افزارهای تدوین. نرم افزارهایی مثل پریمیر، مثل داوینچی، افتر افکت، فتوشاپ از دسته نرم افزارهایی هستن که به درد هر تولید کننده محتوایی میخورن. همچنین یکی از مهمترین بخشی که برای هر ویدیوتون باید در نظر بگیرید بخش تامنیلتونه. در واقع بخش کاور ویدیوتونه. مهمترین عاملی که افراد ترغیب میشن روی ویدیوی شما کلیک بکنن همون تامنیل شماه. پیشنهاد میکنم به نرم افزار فتوشاپ مسلط بشید و این کارو خودتون انجام بدید. باز اگه میتونید هزینه بکنید، میتونید این کار رو به طراحای گرافیک بسپارید. بعد از اینکه تمام این مراحل رو پشت سر گذاشتیم، وقتش رسیده که موضوع کانالمون رو انتخاب بکنیم. یکی از بحثایی که این روزا بین خیلی‌ها رو افتاده اینه که بریم یوتیوب فارسی کار بکنیم یا انگلیسی. اگه به زبان انگلیسی مسلط باشید، همچنین به یوتیوب کاملا آگاه باشید، چون داری وارد کاری میشی که خیلی رقابتیه. بهتون پیشنهاد میکنم وارد یوتیوب انگلیسی بشید. اما اگه نه، زبان انگلیسیت خوب نیستش، نمیخوایم یه کار رقابتی انجام بدی، میتونی بیای سمت یوتیوب فارسی که کلی بخش مختلف وجود داره که هنوز بکره و کسی واردش نشده. در کل باید موضوعی رو انتخاب بکنید که بتونید ازش بازدید بگیرید. هر چقدر موضوع شما تخصصی تر بشه، طبیعتاً بازدید شما هم کمتر میشه. از طرفی هم فعالیت کردن توی بخشایی که مثلا رقابت زیاده، مثل گیم، مثل ریاکت، میتونه کار شما رو سخت بکنه، چون افراد خیلی زیادی دارن توی اون حوزه فعالیت میکنن و نمیذارن شما نفس بکشید. پس بهتون پیشنهاد میکنم برید یه جایی رو پیدا بکنید که پتانسیل اینو داره که ویو بگیرید ازش، ولی افراد زیادی هم توی اون حوزه وجود ندارن، یا اگر هستن تعدادشون کمه، حرفه‌ای فعالیت نمیکنن. بعد از اینکه موضوع کانالتون رو انتخاب کردید، وقتش رسیده که کانال یوتیوبتون رو راه اندازی بکنید. مراحل راه اندازی یوتیوب اصلا سخت و پیچیده نیستش و فقط باید یه ایمیل داشته باشید و آدرس ایمیلتون رو وارد میکنید و خیلی سریع کانال شما راه اندازی میشه. البته یک سری داستان دارید. بعد از اینکه کانال یوتیوبتون رو راه اندازی کردید، یک سری تنظیماتی داره که باید اون تنظیمات رو درست بکنید. مثلا اینکه لوکیشن کانالتون رو باید تغییر بدید اگر روی ایران باشه، یا مثلا باید یک سری مراحل احراز هویت انجام بدید، برای شماره‌تون یه پیامکی میاد و یه سری مراحل داره که اصلا هم کار سختی نیستش. بهتون پیشنهاد میکنم توی یوتیوب سرچ بکنید راه اندازی کانال یوتیوب، ویدیوهای افراد زیادی میادش که میتونه بهتون تو این حوزه کمک بکنه. مرسی تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. اگه اینجور سبک محتوا رو دوست داری، همین الان کانال منو سابسکرایب کن، زنگوله نوتیفیکیشن هم بذار روی آل که وقتی ویدیوی جدید گذاشتم مطلع بشی. الان که کانالت رو راه اندازی کردی، وقتش رسیده که تولید محتوا بکنی. بچه‌ها خیلی درگیر کمالگرایی نشید سر تولید محتواتون. یعنی میتونید با موبایلتون هم این کار رو انجام بدید، یا میتونید با نور طبیعی این کار رو انجام بدید. با حداقل امکانات میتونید این کار رو انجام بدید. ولی این به این معنی نیستش که کیفیت کارتون کم باشه. یه استاندارد خاصی رو برای خودتون مشخص بکنید. یعنی بگید آقا نور من باید اینجوری باشه، شده بری یه سافت باکس دستساز درست بکنی، یا برم فلان میکروفون اقتصادی رو بخرم، یا برم یه سپایه برای موبایلم بخرم. ویدیویی که نورش بد باشه، صداش بد باشه، تدوینش بد باشه، نمیتونه ویدیوی جذابی باشه برای مخاطباتون. این مورد رو در نظر بگیرید که 10-15 تا ویدیو اول شما فوق العاده میتونه ناامید کننده باشه. یعنی انقدر بازدیدای شما کمه که کلا از این کار میتونید ناامید بشید. شما باید آزمون و خطا بکنید، باید 20 تا 30 تا ویدیو بسازی و ویدیو به ویدیو کیفیت خودت رو ارتقا بدی. کیفیتت که رفت بالاتر، اصلا بهتر تونستی ارائه بدی اون ویدیو تو، کم کم بازدیدات بیشتر میشه. کم کم یوتیوب میفهمه که آقا این کارش جدیه. توی این مسیر خسته میشید، ناامید میشید، ویوتون بالا پایین میره، نمیدونم سابسکرایبراتون میریزن، کلی اتفاق مختلف براتون میفته. این مسیر رو همه یوتیوبرایی که دارید میبینید بزرگ شدن گذروندن. هیچکس یه شبه نشده 100 کی سابسکرایب، همه از همین اولش شروع کردن. پس شما هم فکر نکنید قراره این مسیر براتون مثلا یه هفته‌ای بگذره. گفتم ما عادت داریم میایم یوتیوبرای بزرگو میبینیم، میبینیم فلانی مثلا 300 کی ساب داره، بابا اون طرف یا موضوع خیلی خاصی انتخاب کرده، یا مثلا واقعا ارائه خیلی خوبی داره میده، بالاخره یه چیز منحصر به فردی داره. شاید بین 80-90 میلیونی که جمعیت
ما هستش 100 نفرم اینجوری نباشن، پس نمیتونی بیای خودتو با اون مقایسه بکنی. احتمالش وجود داره برای شما هم این اتفاق بیفته، ولی واقعا چنین احتمالی کمه. اگه دیدی اینجوری نشد ناامید نشو. خیلیا هستن که شاید چندین سال زمان گذاشتن برای یوتیوب. یه نفر میاد یه ماه کانالش مانیتایز میشه، یه نفر میاد مثلا 1.5 سال وقت میذاره. من نمیتونم بیام بگم آقا چرا یه نفر میادش مثلا یه ماه کانالش به درآمدزایی میرسه، چرا مثلا الان کانال اون یه دونه ویدیوش اندازه کل بازدیدای کانال من ویو داره. مقایسه کردن توی این پلتفرم بزرگترین اشتباهیه که میتونید انجام بدید. به معنای واقعی کلمه شما رو ناامید میکنه. میرسیم به شیرین ترین بخش ماجرا، بخش درآمدزایی از طریق یوتیوب. بعد از اینکه محتواتون رو آپلود کردید و به 4000 ساعت بازدید و همچنین 1000 سابسکرایبر برسید، میتونید از این پلتفرم درآمدزایی داشته باشید. دو تا راه وجود داره که میتونید این کار رو انجام بدید. یا اینکه خودتون اقدام بکنید، یا اینکه با شرکت‌های واسطه ارتباط برقرار بکنید. اگه بخواید خودتون اقدام بکنید، یا باید خودتون خارج از کشور باشید، یا اگرم ایران هستید یه حساب خارج از کشور داشته باشید و یه لوکیشن داشته باشید، یعنی یه محل سکونت داشته باشید که بتونی حساب گوگل ادسنس تو راه اندازی بکنی، یا باید یه فامیلی داشته باشی، یه کسی یه اقامت داشته باشه توی کشور خارجی که درآمد یوتیوب هم به اون کشور تعلق بگیره. حالا مراحلش اون انجام میده و حساب گوگل ادسنسش رو میسازه و خلاصه اون شخص پول از یوتیوب میگیره و به شما میرسونه. این شد راه اول ما. راه دوم درآمد از طریق شرکت‌های واسطه هستش. به اصطلاح بهشون میگن MCN. با این شرکت‌ها میتونید همکاری بکنید و قرارداد ببندید و این شرکت‌ها در واقع پول از یوتیوب میگیرن و درصد خودشون رو برمی‌دارن و پول شما رو به دستتون میرسونن. یکی از بهترین ویژگی‌های یوتیوبر شدن اینه که میتونی توی خونت بشینی درآمدزایی داشته باشی. اما یعنی ما فقط باید یوتیوبر بشیم این کارو انجام بدیم؟ نه، شما میتونید با کارهای فریلنسری خیلی راحت و خیلی سریعتر به درآمد برسید. ویدیویی که روی صفحه دارید می‌بینید بهترین مشاغل فریلنسری رو توش معرفی کردم. مرسی که با من همراه بودید. عاشق شغلت باش، از زندگیت لذت ببر.